باور کنید یا نه، ذرات میتونن گذشته خودشون رو هم تغییر بدن. خیلی هاتون در مورد آزمایش دو شکاف یانگ شنیدید، اما چیزی که میخوام بگم رو نشنیدید. در این آزمایش تفنگ نوری یک فوتون نور رو به سمت دو شکاف شلیک میکرد. اما وقتی یک فوتون به شکاف ها میرسید، به طرز عجیبی همزمان از هر دو تا شکاف رد میشد. مثل این میمونه که شما از دو تا در که کنار همن وارد یک اتاق بشید. فوتون اینطوری رفتار میکرد. فکر میکنید فوتون کلا عجیبه؟ اوکی. این آزمایش با الکترون هم همین نتیجه رو داد. الکترون هم عجیبه؟ اوکی. اتم ها هم به همین شکل رفتار کردن. اتم ها رو هم قبول ندارید؟ مولکول ها هم به همین شکل رفتار کردن. خب اینجا بود که تصمیم گرفتیم در نزدیکی شکاف ردیاب بذاریم تا بفهمیم یک ذره دقیقاً چطور میتونه از دو تا شکاف رد بشه. به محض اینکه ردیاب ها روشن میشدن، ذره رفتارش رو تغییر میداد و از یک شکاف رد میشد. و وقتی ردیاب خاموش میشد، ذرات دوباره از هر دو شکاف همزمان رد میشدن. از اینجا به بعدش خیلی عجیب‌تر میشه. سپس دانشمندان تصمیم گرفتن به ذره حقه بزنن و ردیاب رو پشت شکاف بزنن. که یعنی وقتی ذره از هر دو تا شکاف رد شد، اون وقت بشه فهمید که چطور این کارو کرده. اما انگار ذره میتونست آینده رو پیش بینی کنه و باز هم بعد از روشن شدن ردیاب از یک شکاف رد میشد. جان ویلر حدس زد که احتمالاً وقتی ردیاب روشن میشه توی حرکت ذرات اختلال ایجاد میکنه. پس پیشنهاد داد که صفحه پشتی رو درست قبل از برخورد ذره بردارن و با ردیاب جایگزین کنن. پس اینطوری میشد مسیری که ذره حرکت کرده رو دید و فهمید که دقیقاً چطوری از هر دو تا شکاف همزمان رد شده. این بار قرار بود انسان با هوشش مچ طبیعت رو بگیره، اما طبیعت بازم موفق بود. وقتی صفحه معمولی در انتها قرار داشت، ذره از هر دو تا شکاف رد شد. ذره‌ای که رد شده بود داشت به مقصد میرسید که صفحه سریعاً با ردیاب جایگزین شد. اما ذره تا این رو فهمید از یک شکاف رد شد. چی شد؟ ذره که قبلا از دو شکاف رد شده بود. ظاهرا ذره تونسته بود گذشته خودش رو تغییر بده یا اینکه آینده رو پیش بینی کنه. یا شاید تو دنیای کوانتوم چیزی که گذشته هنوز نگذشته. و یا انگار کلا علت و معلول در دنیای کوانتومی بی‌معنیه. نظر شما چیه؟